یک پارلمانتر لفراکسیون جدا لپارلمان کردستانه بیاداشته که داخوازی سروکاتیا پارلمانی دیکن که دانشتنه که آسایل پارلمانی لدهو که بهته کرن. داخواست مکریه جوینا پارلمان کردستانی پارسگاه دو که بهتر کردن سربردوخی که افریقا پارسگاه دو که تد پرد بیدن به طایبتی که نêzîk مناقشه کردن سر بودجه بین هم پارلمانتر بزانن وضع دو که چیه و هم جی ما وک فراکسیون پارتی نکامل کلی نکت کن سر پارسگاه دو که وضعه و او امکانیات و رجا هجاریه که افریقا و بیکاریه که کفت پارسگاه دو که دان مرمکادن جوی دانشتنا پارلمان یادهو که اوه که پارلمانتر بشین دگریانه که میدانی دا گذران وان penaberan ببن که نحال پارزگه ها دهو که دمینن. هر واسان لنیزیک و گهداری داخوازی و نرینین برپرسین ایدارین پارزگه ها دهو که جی ببن. تندیش مدت ام ده زخته کی سر پارلمانی کن و سر حکمتی کن دا امشین تشکی تایبت بودو که دانین چون کدو که راستی وضعیت نه طبیعیه آوره توی هندی خلق ویلی هاتین مبخو بحث که چکری سر آوره ازت بینم و داتات بینن ریکا که نه طبیعی رو بچ. کیمیا بودجه بودهو که دچید دمکی کورژه که زورا penaberan لیه صدمکی دیه داخوازی وان پارلمانترانه. دیسانه و پارس اداره پارسگاه دو که بر هوا که همی داتا پیشکش بکتن الدیف بیت ویاوانا او بودجه بناهی ترخان کردن تایبت بوار میراکات خدمتگزاری سکتر تندرستی سکتر پرورده او همی جدا جدا مپزانین توال گرتین که فعلا مقدوریت اکل پارسگاه دو که های بیت ویا بردی لنرینک بوی بابتی بهت اگرن. پشتی شر داعش هاتنا رژه که زورج آواران بو باشور کردستانه رژه که هری زوریاوان penaberan بر خدا پارزگه ها دهو که نêzîkî 800,000 penaberan او جیبو صداما هنده کد آلی اداری دا ارکی و پارزگه گران ببید. دانشتنه که پارلمانتران جی لدهو که وکه پشتوانیک جبو اداره و خلک دهو که ده دیتن. دیبیت دوام حالت لخولا چاره پارلمان کردستان دا جوینک جدر و هولری بهت انجام دان. اگر هاتو رازمندی لسرویه که هات دان کو جوین لپارزگه ها دهو که بهت کرن. لپارزگه ها حلب چه پارلمان کردستان بریارکا گرنگ جبو خلکی و دوره دا. خلکی دهو که جی چاوره بریارکا گرنگ دکن. نالین بروار روداو هولر